نام تاجیک را به هر ملک و دیار با دلیری می نمایی انتشار. پرچم تاجیک بالای سرت پرفشانی میکند از افتخار. السلام علیکم دوستان عزیز، مخلصان اشدی فوتبال تاجیک. امروز ما تمام مخلصان اشدی فوتبال زیاده از 175 نفر با خط سیری تاجیکستان قطر سفر داریم. امروز تیم منتخب با تیم منتخب امارات عرب بازی دارند. برای بچه‌ها بربری و غلبه رو انتظاریم. تاجیکستان بپیش بپیش بپیش. یک تیاره آدم ما را در فرودگاه انتظار است، لیکن ما برابر یک ساعتی انتظاریم. تاکسی دیر کرده است. میریم بچه‌ها. تاجیکستان بپیش. ما باوری کامل داریم از شما شهرمردان میدانزیب تاجیک. تاجیکستان بپیش. اینک ما مخلصان اشدی فوتبال تاجیک سفر به دولت قطر داریم. زیاده از 175 نفر در همین هواپیما انشالله که حضور میکنند. در حق ما، در حق تیم منتخب فقط دعا کنید، دعای نیک که خداوند غلبه بزرگ رو به تیم منتخب ما نصیب گردانه. تاجیکستان بپیش بپیش بپیش. بابا جان چی نیت‌های نیک داریم برای تیم منتخب؟ باور کنید دل یک احساس میکند که منتخب ما در همین جام آسیا هنگامه میکند. چنین سخت برای من باور دارم که غلبه میکنیم، چون ما غلبه رو انتظاریم از تیم ملی تاجیکستان. سلامت باشی بابا جان. نمیدونم باید بیا نسه درنده باید همین رئیس اپرامه. اوه سلام علیکم. سلام علیکم. خوش آمدید. مرحبا. خب میبینید همش یا مخلصای اشدی فوتبال تاجیکن. یک سمالیات آدم فقط برای دستگیری تیم منتخب رفته است. خدا خواهد باوری کامل داریم ای شهر بچه‌های تاجیکی غلبه رو به دست میارن. سلامت باشید. دوستان عزیز، میدونم که شما اویاکسی ارزان گفتین، نمیدونید بلیط از کجا بگیرین. با شما کمپانی شاهنازه را توصیه میدیم با دل پر به تمام دنیا با باوری بلیط خریداری نمایید. خدمت رسانیشون به سطح بلنده، نرخشون خیلی ارزانه. مرحمت در واتساپ شون نویسین. 24 ساعت به شما جواب میدهند.